लिंक हो गया उनके साथ। तिलावत अब्दुल मोमिन ताहिर साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. सूरह आल इमरान की आयत
191 تا 196 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان کا اب ترجمہ پیش ہے جو حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں عقل مندوں کے لیے یقیناً کئی نشان موجود ہیں۔ وہ عقل مند جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے بارے میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے اس عالم کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو ایسے بے مقصد کام کرنے سے پاک ہے، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اور ہماری زندگی کو بے مقصد بننے سے بچا لے۔ چنانچہ ان کے رب نے یہ کہتے ہوئے ان کی دعا سن لی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو خواہ مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کروں گا۔ تم ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے ہو، بس جنہوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا اور میری راہ میں تکلیف دی گئی اور انہوں نے جنگ کی اور مارے گئے، میں ان کی بدیوں کے اثر کو ان کے جسم سے یقیناً مٹاؤں گا اور میں انہیں یقیناً ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ انعام اللہ کی طرف سے بدلے کے طور پر ہوگا اور اللہ تو وہ ہے جس کے پاس بہترین جزا ہے۔ نظم مرتضیٰ منان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ منظوم پاکیزہ کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا ہوا، سب دشمنوں کے دیکھ کے آسان ہوئے خطا۔ کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا ہوا، سب دشمنوں کے دیکھ کے آسان ہوئے خطا۔ ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے
سریا بنا دیا، میں تھا غریب و بے کسو، گمنام بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر، لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی، میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی، میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی، اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، ایک مر جائے خواص یہی قادیاں ہوا، ایک مر جائے خواص یہی قادیاں ہوا، پر پھر بھی جن کی آنکھ تعصب سے بند ہے، ان کی نظر میں حال میرا ناپسند ہے، ان کی نظر میں حال میرا ناپسند ہے، میں مفتری ہوں ان کی نگاہوں خیال میں، دنیا کی خیر ہے میری موت و زوال میں، دنیا کی خیر ہے میری موت و زوال میں، لعنت ہے مفتری
خدا کی کتاب میں عزت نہیں ہے ذرہ بھی اس کی جناب میں عزت نہیں ہے ذرہ بھی اس کی جناب میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر نگران ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف معنای بھی این رسول آیه این است که با رسولی را به سوی شما فرستادیم که بر شما گواست، چنان که به سوی فرعون قادیان میں رسولی فرستادیم. امروز در قادیان جلسه سالانه جماعت اسلامی احمدی هند رو به پایان است. همزمان جلسه سالانه در کشورهای مختلف دیگر نیز در حال برگزاری‌اند یا در هفته گذشته برگزار شده‌اند یا قرار است در هفته آینده برگزار شوند. حتی در همین لحظه جلسات پایانی جلسه سالانه در کشورهای مختلف مانند سنگال، توگو، گینی کناکری، گینی بیساو در حال برگزاری است و انتقال مستقیم دو طرفه وجود دارد. ما می توانیم آنها را ببینیم و آنها می توانند ما را ببینند. همه اینها در واقع تحقق
وعده است که خداوند متعال به حضرت مسیح موعود علیه السلام داده بود که من تو را با عزت تا اقصی نقاط جهان شهرت خواهم داد و نام تو را بلند خواهم کرد و محبت تو را در دل مردم قرار خواهم داد. جعلناک مسیح ابن مریم، ما تو را مسیح ابن مریم قرار دادیم. به آنها بگو من شبیه عیسی آمده‌ام. از این رو برگزاری جلسه سالانه در کشورهای جهان ذکر نام حضرت مسیح موعود علیه السلام با احترام و افتخار و شعار نامشان همگی گواهی بر تحقق این وعده الهی است و به اثبات می‌رساند که آن حضرت همان مسیح موعود و مهدی موعود هستند که خداوند متعال وعده داد و بر اساس پیشگویی‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و در بندگی کامل حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ظهور کرده اند. امروز سرزمین قادیان که بیش از 125 سال پیش فقط یه روستا یا یک آبادی ساده بود، اکنون به شهری زیبا تبدیل شده است. در واقع شهرت جهانی یافته است و این شهرت به خاطر نام حضرت مسیح موعود علیه السلام و وعده است که خداوند متعال به ایشان داده بود. امروز مردم از کشورهای مختلف در سراسر جهان در قادیان گرد هم آمده اند تا در جلسه سالانه شرکت کنند. در حال حاضر نمایندگی از حدود 42 کشور در آنجا حضور دارند. مردمی از کشورهای روسی زبان، کشورهای عربی، کشورهای آفریقایی، اندونزی و جزایر و همچنین از قاره‌های اروپا و امریکا و استرالیا آمده اند. بنابراین این تحقق زیبای وعده های خداوند متعال است. فردی که در مکانی کوچک و صعب العبور و فاقد امکانات زندگی میکرد ادعا کرد که خداوند متعال بهش وعده داده است که تو را به عزت شهرت خواهم داد و سپس این وعده با شکوه در حال تحقق است، زیرا خداوند متعال به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره ظهور غلام حقیقی خود در قرن 14 خبر داده بود تا دوره جدیدی از احیای دین شروع شود و خود خداوند متعال این را انجام بدهد. پس حضرت میرزا غلام احمد علیه السلام همان مسیح و مهدی موعود هستند که برای احیای ایمان و تکمیل تبلیغ اسلام بر اساس وعده های خداوند متعال آمده اند. پس مسلمانان باید خوشحال شوند که عصر احیای اسلام فرا رسیده است. زمانی برای رفع نقاط ضعف و گسترش و اشاعت تبلیغ اسلام فرا رسیده است. با این حال به اصطلاح علما عموم مردم مسلمانان را به دلیل منافع خود از مسیر درست منحرف می کنند. اما زمانی فرا خواهد رسید که آنها باید حقیقت را بپذیرند. این نیز وعده خداوند متعال به حضرت مسیح موعود علیه السلام است که در نهایت این مردم ایمان می آورند. در این وقت من در رابطه با ظهور حضرت مسیح موعود علیه السلام و در رابطه با حمایت های الهی از ایشان صحبت خواهم کرد. آیه‌ای که از قرآن کریم را امروز تلاوت کردم در کتب مختلف و سخنان حضرت مسیح موعود علیه السلام با چنین حکمت عمیقی به زیبایی و شیوایی بیان شده است. من چند ارجاع ارائه می کنم. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند طبعا این سوال مطرح می شود که چرا مسیح موعود از میان مسلمانان ظهور می کرد؟ پاسخ این است که خداوند متعال در قرآن کریم وعده داده است که نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شباهت زیادی به عصر موسی علیه السلام خواهند داشت،
چه از نظر آغاز و چه از نظر پایان. اولین شبهات ها مربوط به عصر اول، عصر خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود و شبهات دیگر این بود که در روزهای آخر ظاهر می شود. شبهات اول این است که همانطور که موسی علیه السلام بر فرعون و لشکریانش پیرو شد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز بر ابو جهل فرعون عصر خود و گروهایش پیروز خواند شد. پیروز شدند. خداوند همه آنها را نابود کرد و اسلام را در جزیره العرب مستقر کرد و به یاری خداوند این پیشگویی محقق شد که در قرآن کریم آمده است: انا ارسلنا علیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. شباهت مربوط به ایام آخرین است که خداوند متعال در آخرین روزهای موسی پیامبری را مبعوث کرد که مخالف جهاد بود و ربطی به جنگ مذهبی نداشت و آمرزش و رحمت را تبلیغ می‌کرد. و حضرت عیسی علیه السلام در زمانی ظهور کرده بودند که وضع اخلاقی بنی اسرائیل به شدت رو به وخامت نهاده بود و منش و رفتارشان به کلی فاسد شده بود. آنها همچنین پادشاهی خود را از دست داده بودند و تحت سلطه امپراتوری روم زندگی می‌کردند. حضرت عیسی علیه السلام در اواخر قرن 14 پس از حضرت موسی علیه السلام ظهور کرده بودند و از آنجا که سلسله پیامبران بنی اسرائیل با او پایان یافت، او آخرین خشت نبوت بنی اسرائیل بود. همینطور خداوند مرا به روح و سیرت حضرت عیسی علیه السلام در این روزهای پایانی دوران نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث کرده و جهان را همون گونه که پیشگویی شده بود که در زمان مسیح موعود جهاد تعلیق خواهد شد. علاوه بر این به من تعلیم بخشش و حلم داده شده است. من در زمانی آمدم که وضعیت درونی اکثر مسلمانان کاملا مانند یهودیان بدتر شده است. معنویت واقعی گم شده و شکل و مناسک صرفاً جای آن را گرفته است. قرآن کریم قبلا در مورد این وضع پیشگویی کرده بود. در جای دیگر حضرت مسیح علیه السلام می‌فرمایند پیشگویی مسیح موعود نه تنها در احادیث ذکر شده است بلکه قرآن کریم نیز با اشاره‌های ظریف به ظهور مسیح بشارت داده است. مثلا قول داده است که در اسلام به همان شکل و روشی که از طریق انبیای بنی اسرائیل بوده نهاد خلافت ایجاد می شود. این وعده مژده ظهور مسیح موعود را در خود دارد. اگر خلافت انبیای بنی اسرائیل را بررسی کنیم خواهیم دید که این نهاد با موسی علیه السلام آغاز شد و در 1400 سال بعد به حضرت عیسی علیه السلام به پایان رسید. با مطالعه این نهاد خلافت می‌بینیم که درباره مسیح موعود که به یهودیان بشارت داده شده بود 1400 سال پس از موسی علیه السلام ظهور کرد و در قالب مردی فقیر و فروتن ظاهر شد. علاوه بر این برای تکمیل شباهاتی که در قرآن بین خلافت بنی اسرائیل و خلافت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مقرر شده است، لازم است که هر انسان منصفی بپذیرد که در پایان وعده‌ای که حضرت مسیح موعود علیه السلام وجود داشته باشد. تأسیس خلافت در دوره پیامبر اسلام همان گونه که در پایان خلافت موسی وجود داشت. علاوه بر این برای تکمیل شباهت بین این دو دوره نیز لازم است که همان گونه که مسیح موعود پس از یک دوره 1400 ساله برای بنی اسرائیل ظهور کرد، به همین ترتیب مسیح موعود در دوره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بعد از 1400 سال مبعوث شود. باید در زمانی مشابه آن دوره زمانی ظاهر شود. همچنین برای تحقق این شباهت لازم است علمای اسلام مسیح موعود مبعوث در خلافت حضرت محمد را کافر و بدعت گذار و دجال اعلام کنند، همچنان که علمای یهود خلافت مسیح موعود موسی را کافر و بدعت گذار و دجال اعلام کردند. نعوذ بالله. به همین ترتیب برای تحقق این شباهت نیز لازم است که همون گونه که مسیح موعود خلافت موسی در زبانی به وجود آمد که اخلاقیات یهودیان رو به زوال بودن و صداقت
امانت، درستی، پاکی، محبت و آشتی ناقص بودند و حکومت کشورشان که مسیح در آن ظاهر شد تا آنها را به حقیقت دعوت کند نیز در حال از دست دادن قدرت بودند. به همین ترتیب مسیح موعود خلافت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم زمانی ظهور کند که امت او در وضعیت مشابه و در زمان بدبختی مشابه باشد. بنابراین این همان شرایط زمانی اند که حضرت مسیح علیه السلام ادعای خود را مطرح کردند و گفتند که ایشان همان مسیح اند که پیشگویی شده بود. با توجه به پیشگویی های قرآنی در مورد عصر حضرت مسیح علیه السلام می توان دید که چگونه در این عصر با عظمت و شکوه کامل محقق شده و در حال تحقق اند. حضرت مسیح علیه السلام در ادامه مطلب می فرمایند: سپس به عنوان توصیفی از این عصر، زمانی که هنرها و علوم جدید در جهان توسعه می‌یابند، اختراعات و ماشین‌های خاصی به عنوان تصاویر توصیف شده‌اند به شرح زیر میباشند. یعنی وقتی زمین پهن می شود، یعنی پاک می شود و جمعیت زیاد می شود و آنچه در زمین است زمین آن را بیرون می کند و خالی می شود، یعنی تمام صفات آن آشکار می شوند. می بینیم که این پیشگویی نیز محقق شده است. جدایی از افزایش جمعیت، منابع زمین در حال استخراج است. در برخی کشورها مواد معدنی خاصی به پایان رسیده است. سپس فرمودند: و اذا العشار عطلت، یعنی زمانی که شتر بی مصرف می شود و ارزش قابل توجهی نخواهد داشت. سپس فرمودند: و اذا الصحف نشرت، و هنگامی که کتاب ها منتشر و چاپ می شوند، یعنی وسایل چاپ کتاب مهیا می شوند، این به وفور چاپخانه ها و دفاتر پست در روزهای آخر اشاره دارد. و الان وسایل چاپ و پخش مدرن تری هم هستند. حتی جلسه امروز ما که در حال برگزاری است، این هم نتیجه همه این هاست. سپس فرمودن: و اذا النفوس زوجت، و وقتی مردم دور هم جمع شوند. این به روابط بین الملل و کشورهای مختلف اشاره دارد. این بدان معناست که به دلیل باز شدن مسیرهای جدید در دسترس بودن خدمات پستی و تلگراف، ارتباط متقابل بین مردم در روزهای اخیر افزایش خواهد یافت. یک ملت با کشور دیگر ملاقات خواهد کرد و روابط گسترده و اتحادیه تجاری ایجاد خواهد کرد و روابط دوستانه بین کشورهای دور تقویت خواهند شد. تلویزیون، اینترنت گواه همه این هاست. اینها رسانه هایی هستند. امروز جمعیتی که در قادیان جمع شده اند گواه این است. پیام حضرت مسیح علیه السلام و اسلام که به هر کشوری رسیده گواه آن است. و اذا الوحوش حشرت، و زمانی که وحشی ها به مردم جمع شوند، یعنی ملت های وحشی به دنیای متمدن روی آورده و ارزش های انسانی و نجابت را توسعه خواهند داد. طبقات فرومایه از درجات و منزلت دنیاوی برخوردار می شوند و با گسترش علوم و هنرهای مادی فرقی بین بزرگان و مردم عادی باقی نمی ماند، بلکه عوام غالب خواهند شد و کلید ثروت را در دست خواهند داشت و کنترل دولت ها در دست آنها خواهد بود. مضمون این آیه نیز شبیه به حدیث است: و اذا البحار سجرت، و هنگامی که نهرها شکافته شوند، و به این معنی که کانال ها زمین را پراکنده می کنند و کشاورزی رونق می گیرد. سپس می فرمایند:
نوشته است و الی الجبال نصفت و آنگاه که کوها منفجر شوند و در آنها ریل‌هایی برای مردمی که پیاده یا مسافری سفر می‌کنند یا برای حرکت قطارها ساخته شود. علاوه بر این علائم تاریکی عمومی بیان شد و گفته شد و اذا الشمس کورت، وقتی خورشید در هم بچیده است، و به این معنی که جهان در تاریکی شدید جهل و گناه غرق خواهد شد، تاریکی حاکم خواهد شد و این چیزی است که امروز می‌بینیم مردم درگیر گناه هستند. و اذا النجوم انقدرت، و هنگامی که ستارگان پنهان می‌شوند، یعنی وقتی علمای دین نور اخلاص را از دست خواهند داد. و اذا الکواکب انتصرت، و زمانی که ستارگان سقوط خواهند کرد، یعنی زمانی که علمای الهی از دنیا بروند، زیرا غیر ممکن است که مردم در زمانی که ستارگان میافتند به زندگی خود در زمین ادامه دهند. به این معنی نیست که ستارگان به معنی واقعی کلمه روی زمین خواهند افتاد، بلکه به این معنی است که دانشمندانی که واقعا روحانی هستند و علمای واقعی هستند دیگر باقی نخواهند ماند. به یاد داشته باشید که انجیل نیز حاوی پیشگویی مشابهی است مبنی بر این که مسیح موعود در زمانی که ستارگان فرود خواهد آمد سقوط می‌کنند و خورشید و ماه نور خود را از دست خواهند داد. و به معنای واقعی کلمه این پیشگویی ها خلاف عقل است. هیچ عاقلی هرگز پیشنهاد نمی‌کند که وقتی خورشید به معنای واقعی کلمه نور خود را از دست می‌دهد و ستارگان به زمین می‌افتند، و با این حال هنوز زمین طبق معمول پر از مردم است. در این حالت مسیح موعود علیه السلام باید بیاید. اگر اینها را تحت لفظی در نظر بگیریم، غیر ممکن است اگر ستارگان سقوط کنند و خورشید از تولید نور خود دست بردارد و همه چیز به پایان برسد، آنگاه همه چیز از بین می رود و شبیه روز قیامت می شود. اگر مسیح ما ظهور کند چه خواهد کرد؟ علاوه بر این چرا او ظاهر می شود که در حالی که هیچ کس باقی نخواهد ماند؟ در ادامه حضرت مسیح علیه السلام می فرمایند و اذا السماء انشقت، و اذا السماء انشقت، وقتی که آسمان ها پاره می شود. به طور مشابه همچنین بیان شده است و اذا السماء انفطرت، یعنی نیز به همین ترتیب ظهور مسیح موعود را پیشگویی کرده است. اما این آیات به این معنی نیست که آسمان ها به معنای واقعی کلمه پاره می شود و ظرفیت های آن ضعیف می شود. در مقابل مقصود این است که همانطور که پاره شد بهوده می شود، به هیچ نیست بی ثمر می شود. فیض الهی دیگر از آسمان ها نازل نمی شود و جهان پر از ظلمات جهل می شود، یعنی اراده معنوی از بین می رود و این چیزی است که همه میپذیرند که معنویت به پایان رسیده است. سپس در جای دیگر گفته شد و اذا الرسل اقتت، و هنگامی که پیامبران در وقت مقرر آورده می شوند. این در واقع نشانه ظهور مسیح موعود است و مقصود این است که او در زمان دقیق نزول خواهد کرد. علمای امروز امتناع خود از پذیرش حضرت مسیح علیه السلام را این گونه توجیه می‌کنند که منظور از آخرالزمان وقتی آخرالزمان نزدیک می‌شود. هدف از گرد آوری پیامبران چیست؟ حقیقت این است که پیامبری می‌آید که مطیع پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است و امتای همه پیامبران را متحد می‌کند و آنها را به بندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌رساند. افسوس کاش این به اصطلاح علما این نکته را بفهمد. با این حال تمام آیات ذکر شده قرآنی ثابت می‌کند که این عصر همان عصر ظهور حضرت مسیح علیه السلام است. علاوه بر این حضرت مسیح علیه السلام نیز پیشگویی‌های موجود در احادیث را در مورد عصر ظهور حضرت مسیح موعود ارائه کردن. به عنوان مثال حضرت مسیح علیه السلام ضمن ذکر پیشگویی از شیوه‌های حمل و نقل جدید که پس از ظهورشان پدید می‌آید می‌فرمایند روز قیامت و ظهور مسیح موعود نزدیک می شود که شترها بی مصرف می شوند. این آیه مؤید حدیث صحیح مسلم است که می گوید و یترک الخلاص فلا یسعى علیه، یعنی در زمان مسیح موعود شتران بی مصرف می شوند و هیچ کس به آنها سفر نمی کند. این به اختراع راه آهن اشاره می کند، زیرا روش حمل و نقل
حمل و نقل کمتر تنها زمانی رها می شود که حالت برتر حمل و نقل در دسترس می شود. همچنین آیه زیر به نتیجه پیامد آن اشاره می کند که در ترجمه آن آمده است که در آن زمان عده‌ای با برخی دیگر جمع می شوند و فاصله بین اقوام ها از بین می رود. صحیح مسلم به صراحت بیان می کند که مسیح موعود و زمانی ظهور می کند که شتران رها شده باشند و این حقیقت در این آیه بیان شده است و اذا العشار عطلت مترادف با حدیث و یطرق القلاص. این به وضوح ثابت می کند که اختراع راهن در عصر ظهور مسیح موعود علیه السلام اتفاق می افتد و ما این دوران را از نزدیک شاهد بودیم. در گذشته راهی وجود داشت که مکه و مدینه را به هم متصل می کرد، اما در 5 سال اخیر نه راهن شروع شده از در نام حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند و به همین دلیل است که در این آیه بیان شده است و اذا العشار عطلت برای نشان دادن زمان ظهور مسیح موعود علیه السلام. حدیث در مورد این آیه بیان شده است و چون مدتی از رواج قطار که نشانه مسیح موعود علیه السلام است می‌گذرد، مؤمن باید بپذیرد که حضرت مسیح موعود ظهور کرده‌اند. تأمل کنید و مشاهده کنید آیا زمانی که اهل مکه و مدینه شترها را رها می‌کنند و در عوض با قطار سفر می‌کنند تحقق این آیه و حدیث نخواهد بود؟ و ببینید که چگونه قطار در این زمان رواج یافته است. پس لازم است همه دلها در این روزها سخن بگویند که این پیشگویی آشکاراً بین مکه و مدینه محقق شده است. افسوس این به اصطلاح مسلمانان از روی دشمنی که به من دارن نمیخوان حتی یک پیشبینی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محقق شود. حضرت مسیح موعود علیه السلام به نشانه ها و پیشگویی‌های متعددی که در قرآن و روایت وجود دارد اشاره کردند و بدین وسیله ثابت کردند که این عصر ظهور حضرت مسیح موعود علیه السلام است. ذکر جزئیات همه آنها در حال حاضر امکان پذیر نیست. با این وجود پس از ارائه این پیشگویی‌های مختلف مسیح موعود ادعا کرد که او در واقع همان مسیح موعودی است که در قرار است بیاید و بیان میکنند من قاطعانه میگویم که ادعای من به عنوان مسیح موعود به اندازه‌ای است که از همه جهات می‌درخشد. اولا توجه کنید که ادعای من مبنی بر مبعوث شدن از جانب خداوند و دریافت کننده وحی و گفتار الهی تقریباً 27 سال پیش بوده است. به عبارت دیگر این ادعا از قبل از نگارش براهین احمدی است و زمانی که براهین احمدی تکمیل شد این ادعا را در داخل کتاب منتشر کردم و حدود 24 سال از آن زمان می‌گذرد. یک فرد باهوش خواهد فهمید که یک دروغگو نمی‌تواند برای مدت طولانی ادامه یابد. هر چقدر هم که یک دروغگو زرنگ باشد، مضحک بودن او هرگز نمی‌تواند از مدت زمانی که یک کودک می‌تواند به این دنیا بیاید و خودش پدر و مادر شود بیشتر شود. به همین اندازه برای یک فرد سالم غیر قابل تصور است که بپذیرد فردی که حدود 27 سال است به خدا دروغ می‌بندد و هر روز صبح آیات و پیشگویی‌های الهی را جعل می‌کند و ادعا می‌کند که خداوند با او صحبت می‌کند و می‌گوید فلان وحی از طرف خداوند متعال سویش فرستاده شده است، اما خداوند به چنین شخصی کمک می‌کند با وجود اینکه او را دروغگو می‌داند، زیرا خداوند هرگز به او سخنی نگفته و چیزی به او وحی نکرده است و او را ملعون می‌دانند. علی‌رغم این همه چیز و دروغگو بودن او خداوند متعال به چنین شخصی کمک می‌کند و جماعت او را شکوفا می‌کند. این واقعا عجیب است. با همه چیز خداوند چنین شخصی را از مکر و نیرنگ حفظ می‌کند و از دشمنانش. آیا این موضوع عجیبی نیست؟ علاوه بر این دلیل دیگری که صداقت من را به خوبی نشان می‌دهد و دلیل روشنی بر ادعای من مبنی بر مبعوث شدن از جانب خداوند ارائه می‌کند این است که در زمانی که من نشناخته بودم، به عبارت دیگر زمانی که براهین احمدیه را در انزوا می نوشتم و تنها خدایی که از غیب آگاه است از حال من آگاه بود، در این هنگام خداوند متعال پیشگویی‌هایی را به من داد. در همان انزوا و گمنامی آن پیشگویی‌ها در براهین احمدیه منتشر شد و در سراسر کشور پخش شد. آیا امروز مردمی که از سرتاسر جهان اینجا در قادیان نشستند و همه احمدی‌ها که از سر جهان به این جلسه آمده‌اند و می نشینند و گوش می دهند، گواهی بر کمک خداوند متعال نیست؟
آیا یک مدعی دروغین می تواند به چنان مقبولیتی برسد که نامش در سراسر جهان خوانده شود؟ 130 سال میگذره، بلکه 134 سال که در طی آن هر روز با بشارت به پیشرفت بیشتر جماعت احمدیه آغاز می شود. ای دشمنان احمدیه، به عقل بیایید. حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن ذکر حمایت خداوند متعال می فرمایند من به ایرادهای گوناگونی که قومم بر من وارد می کند اهمیتی نمی دهم و اگر از ترس آنها راه حق را رها کنم کفر مطلق است. خودشان فکر کنند که خداوند به مردی از خود بصیرت عقلانی عطا کرده، ره را به او نشان داده، گفتگو و گفتارش را به او منت نهاده و هزاران نشانه برای اثبات حقانیتش نمایان ساخته است. چگونه ممکن است او روی خود را از آن خورشید حقیقت برگرداند با این که نظر مخالف یک دشمن را چیزی مهم بداند؟ علاوه بر این، من از این واقعیت که مخالفان من چه داخلی و چه خارجی تماما به تهمت زدن به من اختصاص دارند آشفته نیستم، زیرا این نیز یک نشانه معجزه است را به نفع من ثابت می کند. دلیل آن این است که اگر در درونم هر نوع شری وجود داشته باشد، به قول آنها مختلف، دروغگو، دجال و فریبکار، فاجر و فاسد باشم، اگر بین مردم انشقاق ایجاد کرده باشم، اگر من شرور و فاسق و فاجر باشم، اگر من نزدیک به 30 سال است که دروغ را به خدا نسبت دادم و در مورد افراد خوب و صالح سخنان ناسزا گفتم، اگر در جان من جز فساد و شر و بدخواهی و خودخواهی چیزی نیست، اگر من برای فریب دادن دنیا یک تجارت را انداختم، اگر به گفته آنها خدایی نکرده من حتی به خدا هم ایمان ندارم، اگر بدی در من نباشه و تمام گناهان دنیا را در دست داشته باشم و جانم از هر نوع بدی آکنده باشد، اگر من مال خیلی را غصب کرده باشم و از خیلی ها سوء استفاده کرده باشم که مثل فرشتگان پاک بودن، نه این که واقعا پاک بودن بلکه خودشان را پاک می دانستن، و اگر در هر بدی و فریبکاری از همه پیشی گرفته باشم، پس چه رازی در این است که هرچند من شیطان، شریر، خیانتکار و دروغگو بودم، هرگاه شخصی به اصطلاح فرشته برای مقابله با من برمیخیزد خودش نابود می شود. هر کس بر من مباهله بیر را انداخت خودش تباه شد. هر که مرا نفرین کرد خودش طعمه لعنت خود شد و هر کس علیه من در دادگاه شکایت کرد خودش شکست خورد. باید در زمان چنین برخوردهای اتفاق می افتاد که خود من کشته می شدم یا سایقه می خورد. علاوه بر این نیازی نبود که کسی در برابر من بیستد، زیرا خداوند خود دشمن جنایتکار است. بنابراین به خاطر خدا فکر کنید چرا برعکس اتفاق افتاده است، چرا پرهیزگاران هنگام مخالفت به من هلاک شدند، چرا خداوند در هر برخوردی مرا نجات داد. آیا این یک معجزه به نفع من نیست؟ به راستی که این یک معجزه است. اگر واقعا اونقدر بد بود باز هم خداوند از او حمایت کرد، از من حمایت کرد. بنابراین جای شکرگزاری است که بدی هایی که به دروغ به من نسبت داده می شود راستگو بودن من را نیز ثابت می کند. همچنین حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن ذکر نشانه های نصرت الهی در مورد دیگر می فرمایند عبدالحق غزنوی امرسری وقتی بعد از مباهله با بیان تأثیر آن بر شخصیت خودش گفت برادرم فوت کرد، من با بیوه او ازدواج کردم، او اکنون حامل است و پسری به دنیا خواهد آورد و آن را اثر مباهله می‌داند. او ادعایی کرد و چالش مباهله را مطرح کرد، اما هیچ چیزی به نتیجه نرسید و با وجود گذشته حدود 14 سال همچنان محکوم به زندگی پر از سرگردگی و ذلت است. در مقابل پس از مباهله چند پسر به دنیا آمدند.
در خانه من چند پسر به دنیا آمدن و صدها هزار نفر به من بیعت کردن و صدها هزار روپیه تقدیم شدن و شهرت من به گوشه های دنیا با قدر و منزلت و عزت رسید و بیشتر دشمنانم بعد از مباهله مردن و هزاران نشانه بهشتی به دست من آشکار شدن. در همین زمینه حضرت مسیح موعود علیه السلام نیز می‌فرمایند برای یک انسان منصف کافی است آنچه را که مولوی غلام دستگیر قصوری در کتاب خود نوشته است بخواند، چگونه به شیوه خود به من مباهله کرد و در رساله فیض رحمانی آن را اعلام کرد و چگونه او تنها چند روز بعد به انجام خود رسید. همچنین مورد چراغدین جموس که به شیوه خود به من مباهله کرد و دعا کرد که خداوند هر کس از ما دروغگو بود مرگش دهد. او تنها چند روز بعد همراه با 2 پسرش بر اثر طاعون گذشت. این نشانه ها تا به امروز ادامه داره. همانطور که گفتم ما هر روز شاهد نشانه های پیشرفت جماعت هستیم. خداوند متعال مردم را از جاهای دور و اقوام های گوناگون هدایت میکند، چه مسلمان باشند، چه مسیحی و چه بیدین. بسیاری از مردم برای فراگیری تعلیم واقعی اسلام از شریک حضرت مسیح موعود علیه السلام آمده‌اند و در نتیجه وارد جماعت می شوند. خداوند عده‌ای را با رویه ها و برکی را با ابزاره چشمگیری دیگر به سوی احمدیت هدایت می کند که نه تنها راه اسلام است که به حقیقت منتهی می شود. خداوند با نشان دادن نشانه های حمایت خود نه تنها ایمان احمدیان را تقویت می کند بلکه صدق احمدیت را به دیگران نشان می دهد. نمونه های از نصرت الهی که خداوند متعال به آن عنایت می کند و نحوه گسترش احمدیه را بیان می کنم. گینه بیساو یک کشور است. جلسه هم اکنون در حال برگزاری است. در آنجا عضوی به نام آقای ابراهیم روزی با دوستانش نشسته بود که امامی از روستای مجاور آمد و شروع به سخنرانی علیه جماعت کرد. آقای ابراهیم با شنیدن این سخن گفت من عضو جماعت اسلامی احمدی هستم و هر چی میگویید کاملا دروغ است. جماعت اسلامی احمدی کسانی هستند که به خداوند متعال و رسولش ایمان واقعی دارند و به نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و درباره ظهور حضرت مهدی ایمان دارند. شما که امام هستید به جماعت دروغ میگویید، این به شما ربطی ندارد. امام با شنیدن این سخن بسیار ناراحت شد، شروع کرد به گفتن که خداوند متعال بین ما تصمیم خواهد گرفت. خداوند متعال بین ما تصمیم خواهد گرفت. اگر دروغ میگویم خداوند مرا عذاب کند و اگر دروغ میگویی تو را عذاب کند. پس از گفتن این سخن به سوی روستای خود حرکت کرد. پس از مدتی خبر رسید که در خارج از روستا تصادفی رخ داده که پایشان شکسته است. هنگامی که این خبر به روستا رسید، یکی از دوستانش که در حین گفتگو با امام با او نشسته بود آشکارا اعلام کرد که به یقین جماعت اسلامی احمدی همان جماعت حقیقی است که خداوند متعال امروز نشانه آن را به ما نشان داد. احمدی را پذیرفت. سپس در منطقه گیتا در کشور تانزانیا مکانی به نام نیامانگو وجود دارد. در جریان تبلیغ هیئت ما به خانواده‌ای آشنا شد. به آنها درباره جماعت به تفصیل گفته شد. جزوه‌هایی برای خواندن داده شد. عکسی از حضرت مسیح موعود علیه السلام نیز در آنجا بود و پاک شد و بعد از چند روز گفتن با دیدن عکس امام زمان آرامشی عجیب به دست ما داد. پس از آن همه اینها خانواده ها بیعت کردن و وارد جماعت احمدی شدن. حالا از یک سو این علمای بد اخلاق در پاکستان هستند و عده‌ای هم در هند هستند که عکس حضرت مسیح موعود علیه السلام را زیر کفش خود میگذارند و سعی میکنند آن را زیر پای خود لگدمال کنند. اما خداوند متعال انسانه خوش اخلاقی را نیز آفریده است که خود این عکس مایه آرامش آنهاست. مخالفان ما تصور میکنند مخالفتشان میتوانند مانعی در
مسیر موفقیت احمدیه باشد و خدای نکرده مدعی می شوند که شیطان احمدیه را از این کره خاکی پاک میکنیم و آن را تا عکس الارض به چالش میکشیم، ولی خداوند متعال در مخالفت آنها همچنان نشانه های صدق احمدیه را نشان میدهد. برای مثال یه تازه احمدی از تنزانیا میگوید اسم من عبدالله است. پس از پیوستن به جماعت این نام جدید را برای خودم گذاشتم. او میگوید چندی پیش مبلغی از جماعت احمدیه برای تبلیغ به روستای من آمد. پس عده‌ای پس از شنیدن سخنان او وارد جماعت احمدی شدن. من در آن زمان بیعت نکرده بودم، اما برای کسب اطلاعات بیشتر شماره تلفن مبلغ را یادداشت کردم. بعد از بازگشت مبلغ دیدم چند مسلمان دیگر با ماشین های بزرگ آمده اند و به احمدی های جدید شروع کردن به گفتن که احمدیه دروغ است، مسلمان نیستن و غیره چیزای دیگر. جماعت احمدی در مورد جماعت احمدی گفت که من آنچه شما گفتید شنیدم ولی بیعت نکردم، و بعد از رفتن شما این گروه از مسلمانان آمدن و سعی کردن بی‌نظمی ایجاد کنند و ما را بر ضد شما تحریک کنند. این افراد سعی در ایجاد بی‌نظمی داشتن و سعی در تحریک آنها داشتن. این برای من نشانه روشنی است که شما بر راه راستی هستی و من نیز الان بیعت میکنم و وارد جماعت میشم. شاید اگر این مخالفت صورت نمی گرفت کمی صبر میکردن و بیشتر تحقیق میکرده، اما این مخالفت بلا فاصله حقانیت حضرت مسیح موعود علیه السلام را برای او اشکار کرد و خداوند متعال قلب او را به پذیرش جماعت احمدیه باز کرده. مسئول مبلغ هند می نویسد ما در جایی با شخصی آشنا شدیم که به قصد تبلیغ رفتیم. هنگامی که با ما ملاقات کرده بسیار ابراز خوشحالی کرد. گفت که خیلی وقت منتظر شما هستم، اهل راجدانی امپال هستم. در حین گفتگو 2 یا 3 برگه از کیفش بیرون آورد که در آن احوال بیعت و پیشگویی قرآن و احادیث در مورد حضرت مسیح موعود علیه السلام ذکر شده بود. او این برگه هایی را که خودش تهیه کرده بود نگه داشت تا بین دوستانش پخش کند. گفت که وقتی از حضرت مسیح موعود علیه السلام مطلع شدم در سال 1395 اعلام کردم که به جماعت احمدیه پیوستم. حضرت مسیح موعود علیه السلام آمد و من به او بیعت کردم و مردم با من مخالفت کردند. همچنین میگوید روزی مخالفان جمع شدن و به قصد حمله و قصد وادار کردن به توبه به راه افتادن، اما خواست خدای متعال چنان بود که در آن روز زلزله شدیدی رخ داد. کسانی که قصد حمله به من داشتن و وادار به توبه را داشتن با خسارت سنگینی مواجه شدند که نتوانستند به من برسند. میگوید به خدا سوگند اعلام میکنم که این زلزله نشانه است که نشانه صدق حضرت مسیح موعود علیه السلام است. از آن زمان منتظر آمدن همه شما بودن، پس از آن رسما بیعت کرده. بغض و مکانی در کشور تانزانیا است. یک احمدی جدید در آنجاست به نام آقای اسماعیل که در اصل کشاورزند. گاهی باران شدیدی میبارد و رعد و برق شدید در آنجا و سایر نقاط افریقا می آید. سایکه در منطقه‌ای که در آن کشاورزی می کردن برخورد کردی که او را نیز تحت تاثیر قرار گرفت، زیرا نزدیک به محل اصابت سایکه بود. او میگوید من شاهد یه نشانه باشگو از صداقت جماعت بودم. رعد و برق از آسمان آنقدر خطرناک بود که مرا به دور دست پرتاب کرد و بیهوشم کرد. مدتی بعد به هوش آمدم و باران شدید شروع به باریدن کرد. در اثر خیز شدن در باران حالم به شدت ناخوشایند بود و به دلیل ضعف بدنم نتوانستم تکون بخورم و نه صدایم را بلند می کردم و نه کمکی میتونستم بخواهم. از اونجا که مزرعه نزدیک به جنگل بود، مردم اغلب از اونجا عبور نمی کند. از این رو از خداوند متعال خواستم که نشانه صدق احمدیت به من نشان دهد. از این رو شخصی به من نزدیک شد و با دیدن جنازم در بدنم در گل و لایه گمان کرد که من فوت کردم. تمام توانم را گذاشتم تا بازویم را بالا ببرم
که باعث شد بفهمند من هنوز زنده هم. سپس این شخص به من کمک کرد تا به روستا برسم. بدین طور از برکات احمدیه جان تازه‌ای گرفتم. بعداً متوجه شدم که بر اثر اصابت سایکه به مزرعه و ناپدید شدن من اعلام شد که من فوت کردم و ادامه می‌دهد. بیشک این جماعت خداوند متعال است و ما تا آخرین نفس به آن وابسته خواهم بود. این برای من یک نشانه بود. ببینید چگونه خداوند متعال ایمان مردم را تقویت می‌کند. صدق حضرت مسیح موعود علیه السلام را ثابت می‌کند. فقط اهل پاکی می‌توانند از آن بهره ببرند و روحانیون بدذات هیچ بهره‌ای نمیبرند. در رابطه با نحوه هدایت مردم به وعده هایی که به حضرت مسیح موعود علیه السلام داده است، از مردمی که در زمان خود احمدیه را پذیرفتند حوادث بسیاری نقل کرده است. با این حال این به پایان نرسیده است، بلکه حتی امروز شاهد چنین حوادث بیشماری هستیم که اکنون تعدادی از این موارد را آرایم خواهم کرد. در منطقه همسایه کوتون و مکانی به نام حویسو پسیجا وجود دارد. یکی از دوستان مسیحی متعلق به فرقه سوسیالیست به مسجد ما آمد و شروع به پرسیدن سوالاتی در مورد اسلام کرد. تعلیم اسلامی به ادعای حضرت مسیح موعود علیه السلام را برای ایشان بیان کردند که گفت من میخواهم وارد آستان احمدیه شوم، احمدیت را قبول کنم، نیازی به توضیح نیست. پس از پرسجو گفت در حقیقت خداوند متعال مرا هدایت کرده. گفت چند روز پیش پس از پرسجو گفت حقیقت خداوند متعال مرا هدایت کرده است. گفت چند روز پیش دو بزرگوار را در خواب دیدم. یکی از آنها به من اشاره کرد و گفت دینی که تو پیروی میکنی راه هدایت نیست. شخص دیگر در خواب پیوسته الله اکبر میخواند. به همین دلیل به من اشاره شد که اسلام دین واقعی است. به هر حال وقتی عکسای حضرت مسیح موعود علیه السلام و عکس مرا به او نشان دادن، از روی حیرت گفت این دو نفر هستند که در خواب مرا راهنمایی کردند. اینطور همراه با تمام خانواده‌اش مسیحیت را ترک کرد و به اسلام احمدیه پیوست. همچنین کلیسایی را که نزدیک خانه‌اش بود به مسجد تبدیل کرد. این شیوه است، این روشی است که خداوند متعال مردم را برای حمایت از حضرت مسیح موعود علیه السلام میفرستد. البانی کشوری در اروپا است که در آن مرد جوانی به نام جافر مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته اقتصاد به پایان رساند. او در ابتدا درباره جماعت از اینترنت چیزی یادی خواند و انواع مختلف محتوا را علیه جماعت خواند. به همین دلیل هر وقت به مسجد می آمد به همانطور که مطالب مخالفان را مطالعه کرده بود با انواع سوالات این کار را انجام میداد و می پرسید. جوارا راما نایب صدر اونجا گفتگوی طولانی باش داشتن و به همه سوالات او با مدرک پاسخ دادن. به آن جوان گفتن که کتاب حضرت مسیح موعود علیه السلام را به دقت مطالعه کنید. از این رو شروع به خواندن کتاب کرد و حقیقت اسلام واقعی برایش آشکار شد. از احمدیه و حضرت میرزا غلام احمد قادیانی علیه السلام آگاه شد. قبلا فقط از او به عنوان میرزا صاحب یاد میکرد، اما به جای آن اکنون از او با عنوان مسیح یاد میکرد. او سپس به تحقیقات خود ادامه داد و سرانجام ترجمه آلبانیای فلسفه تعلیم اسلام را خواند که به قدری از آن لذت برد که 2 بار آن را از روی جلد تا جلد خواند. در این مدت حضرت مسیح موعود علیه السلام را در خواب دید و در خواب ایشان پیغام دلبستگی راسخ به خلافت داد. پس از بیعت وارد جماعت احمدیه شد. پس از آن مرتباً از سایت جماعت به مطالعه پرداخته و مشتاقانه منتظر تفسیر جماعت آیات قرآن کریم است و منتظر تفسیر بعدی است و بتواند آن را مطالعه کند. او با اخلاص بسیار پیوسته است. یک جماعت در لاهو تانزانیا وجود دارد. زنی از اونجا آمد و گفت هر شب شخصی به خوابش
می آمد و می گفت اسلام را بپذیرید و به آرامش برسید. معلم ما عکسی از حضرت مسیح موعود علیه السلام را به او نشان داد که آن زن گفت این همان کسی است که در خوابش می آید. از این رو به تفصیل از اسلام احمدی مطلع شد و پس از آن بیعت کرد. قرقیزستان یکی از کشورهای جمهوری شوروی سابق است. در آنجا شخصی از بشکیک به نام سوجانو میگوید من به حرف خانم سوجانو میگوید من به حرف مفتی سابق قرقیزستان چوبک حاجی جلیلوف گوش میدادم و پشت سرش نماز میخواندم. او مسلمان بود. کشورهای مسلمان زیادی در اونجا هستند. مشاهده کردم که برادرم تراربک نیز شروع به اقامه نماز کرده و تغییر مثبتی پیدا کرده است. آمدم متوجه شدم که او یک دوست احمدی دارد که با او در مورد دین صحبت میکنند. سپس یک روز برادرم مشغول تماشای ویدیو در مورد دجال بود. بعد درخواست من از واقعیت دجال به من گفت. در آن زمان فکر میکردم که برادرم در مسیر اشتباهی قرار دارد، اما با وجود این علاقم به این موضوع افزایش یافت. پس از مدتی دوست احمدی برادرم نیز به من در مورد ایمان و احمدی صحبت کرد و او از قرآن و روایت و احادیث ثابت کرد که تنها احمدی راه درست است. احمدی درست هستند. پس از آن احساس کردم که دین داستانهای صرفا نیست بلکه حقیقت است. او میگوید سپس همان دوست احمدی برادرم را در خواب دیدم که مرا به جماعت اسلامی احمدیه بود. بر این اساس احمدی را پذیرفتم و تصدیق کردم که حضرت میرزا غلام احمد قادیانی علیه السلام همان حضرت مسیح موعود علیه السلام و مهدی موعود هستند. یک احمدی جدید در اندونزی میگوید به من گفتند که جماعت احمدیه به بیراهی رفته است. من به جای پیوستن به جماعت احمدیه به جماعت‌هایی پیوستم که مخالف حکومت است. در سال 1992 رهبر این جماعت اسیر شد و من به دست جانشین او بیعت کردم. در آن زمان استخاره انجام دادم. بزرگی را در خواب دیدم که گفت من امام مهدی هستم، من میرزا غلام احمد هستم. یک هفته بعد از دیدن این خواب در حال فکر کردن به این موضوع بودم و میخواستم مجبور شدم وفاداری خود را حفظ کنم وگرنه کشته خواهم شد. و میگوید به هر حال یک سال به این موضوع بودم و میخواستم جماعتی را ترک کنم. در اون زمان مجبور شدم وفاداری خود را حفظ کنم وگرنه گفتن که کشته خواهم شد. و میگوید به هر حال یک سال بعد به احمدی آشنا شدم که مرا تبلیغ کرد و او گفتم که اگر امامش پیغمبر بود حتما ادعایی میکرد که در کتابها نوشته شده بود و من آرزو داشتم آنها را داشته باشم. یک کتابی به من داد و در آن شب خواب دیگری دیدم که در آن مسجدی بود و روی آن احمدی نوشته شده بود. مردی با لباس هندی ایستاده بود و به من گفت وارد مسجد شد. 3 روز بعد آن شخص کتاب فلسفه تعلیم اسلامی را به من داد. کتاب را باز کردم. همان ابتدا عکس حضرت میرزا غلام احمد قادیانی علیه السلام بود. با دیدن صورتشان به یاد آوردم که این همان بزرگی است که سال گذشته در خواب دیده بودم. این کتاب را از اول تا آخر خواندم و بیعت کردم. اتفاقی در مورد جوانی از اندونزی رخ می‌دهد که پیام را به او رساندن و او بلافاصله بیعت کرد. قبل از رفتن چند کتاب و بروشورهای عکسای حضرت مسیح موعود علیه السلام را به او دادن. وقتی جوان به خانه رسید پدرش ازش پرسید که چه چیزی داری و عکس کیست؟ وقتی بهش گفتن که این عکس امام مهدی است و با او بیعت کردم گفت من هم بیعت میکنم. خداوند متعال بلافاصله قلبش را باز کرده.
منطقه سکاسو مکانی در مالی است که شخصی به نام آدم صاحب برای بیعت به خانه مأموریت آمدن. وقتی ازش پرسیدن که چرا بیعت می کردی، گفت که با اشتیاق به رادیو احمدی گوش میدم. یک روز در حالی که داشت به رادیو گوش میداد خوابش برد. در خواب دید که میدود و به باغی زیبا رسید که هر گونه گل و میوه داشت. در یک طرف باغ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را دید که همراه با خلفا و یارانشان نشسته‌اند. وقتی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رفت، به شخصی اشاره کردند که میگوید من امام مهدی هستم و باید برود و با او بیعت کند. آقای آدم گفت اگر با دیدن این خواب بازم بیعت نکنم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نافرمانی میکنم. از این رو به آنها گفت که فوراً بیت خودم را بگیرید. آیا این کمک و این نشانه های هدایت خداوند متعال دلیلی بر این نیست که حضرت میرزا غلام احمد قادیانی علیه السلام همون مسیح موعود مهدی موعود هستند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ظهورشان را پیشگویی کرده بودند؟ اگر کسی دل پاک و فطرتی با تقوا دارد، به جای پیروی از این به اصطلاح علما وظیفه هر مسلمانی است که به درگاه خداوند متعال مناجات کند، دعا کند و ازش راهنمون شود و به جای مخالفت با آن در مورد اجتماع در مورد خودش تصمیم بگیرد. حضرت مسیح علیه السلام می‌فرمایند خداوند متعال اراده کرد که این جماعت رشد کند، پس کیست که جلوی آن را بگیرد؟ آیا نمی‌دانید که یک پادشاه می‌تواند هر کاری انجام دهد؟ پس چگونه پادشاه آسمان ها و زمین خسته می شود؟ 25 سال پیش، در واقع خیلی قبل از آن، خداوند متعال در زمانی به من خبر داد که هیچ کس همراه هم نبود و یک سال بود که حتی یک نامه هم به من نرسیده بود. ادعاهایی که من در این مطرح کردم در براهین احمدی به چاپ رسید و این کتاب در اختیار مخالفان و موافقان قرار دارد. در واقع حتی هندوها و مسیحیان آن را دارند. حتی به مکه، مدینه و قسطنطنیه نیز رسیده است. آن را باز کن و بنگر چگونه در آن خداوند متعال فرموده است یأتون من کل فج عمیق و یأتیک من کل فج عمیق، یعنی مردم از جاهای دور به سوی شما می آیند. این افراد به تعداد زیاد به سراغ شما می آیند، اما از آنها خسته نشوید و نسبت به آنها بی‌اعتنا نباشید. معیار این است که وقتی افراد زیاد هستند و ملاقات با آنها مضطرب می شود و گاهی به آنها توجه نمی شود، به نوعی بی‌ادبی تبدیل می شود و خداوند این را نهی کرده و فرموده است که از آنها خسته نباشید و به آنها عمل کنید. الزامات مهمان نوازی خدا این را در زمانی خبر داد که هیچ کس به دیدار من نیامد. این ثابت می کند که خداوند متعال دانای غیب است. جز خدا چه کسی دانای غیب است که از این چیزها خبر دهد؟ نه منجمی است، نه هیچ ادراکی می تواند چنین حرفهایی بزند. وقتی مؤمن عادل در این شرایط بیندیشد از آن لذت می برد. آنها به وجود خدا که پیشگوی معجزه عصا می دهد مطمئن می شوند. در این پیشگویی از آمدن مهمانان دسته دسته خبر داد. سپس چون برای تأمین غذا و نوشیدنی و خانه برای اسکان آنها وسایل کافی لازم بود، خداوند نیز فرمود یأتیک من کل فج عمیق. اگر امروز قادیان را مشاهده کنیم، به فضل الهی مهمان خانه ها و ساختمان های بیشماری ساخته شده است. در حال در نظر بگیرید چه کسی میتواند جلوی آنچه را که خداوند متعال وعده داد و اراده کرده است بگیرد، یا چه کسی میتواند بر سر راه آن مانع ایجاد کند و خودش مقدمات آن را فراهم میکند؟ این فراتر از توانایی انسان است که تا این حد از قبل حتی به اندازه یک خبر پیشگویی کند که فرزندی به دنیا خواهد آمد که بعداً فرزندانی خواهد داشت. این معجزه عظیم خداوند متعال است. از این رو که در کتب خدای سبحان آمده است که نشانه صداقت نبوت است و این نشانه بزرگی است که باید در آن تأمل کرد. از قرآن کریم می‌آموزیم که ایمان با تدبر افزایش می‌یابد. کسانی که در آیات خداوند تدبر نمی‌کنند در جایی قدم می‌گذارند که ممکن است بلغزند. این کاملا درست است که تا زمانی که به سخنان و اعمال
و قدرت خداوند متعال نگاه نکنند نمیتوان ایمان خود را افزایش دهند. بنابراین این اجتماع برای همین امر ایجاد شده است تا ایمان انسان به خداوند متعال افزایش یابد. کدام شخص از هر دین دیگری توانایی و قدرت ارائه چنین نشانه‌های جدید و تازه‌ای را دارد. اعضای جماعت به خوبی از علائم بسیاری که همچنان آشکار می‌شوند آگاه هستند. این کار صرفاً کار خداوند متعال است و هیچ کس در این امر دخالتی ندارد. امروز همه شما که در جلسه در قادیان شرکت میکنید و همه کسانی که در کشورهای خود برای جلسه گرد آمده اند گواه بر این هستید که خدا حضرت میرزا غلام احمد قادیانی علیه السلام بدون شک همون حضرت مسیح موعود و مهدی موعود علیه السلام هستند که بر اساس پیش بینی های حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ظهور کردند و در گذشته مورد حمایت خداوند متعال قرار گرفتند و انشاءالله در آینده نیز مورد حمایت قرار خواهند گرفت. هر احمدی نیز باید متحد شود که برای تحقق هدف ظهور حضرت مسیح موعود علیه السلام تلاش مستمر داشته باشد. به طور مداوم شرایط بیرونی و درونی خود را ارزیابی کنید و برای بهبودی آنها تلاش کنید. اکنون در پایان دعا می‌کنیم که برادران، خواهران و فرزندان فلسطینی را در دعای خود یاد کنید که خداوند متعال موجبات نجات آن از این ظلم‌های شدید را به سرعت عنایت فرماید. برای مسلمانان نیز دعا کنید که حکومت‌هایشان آنها را هدف ظلم و ستم خود قرار داده‌اند تا به منافع خود برسند. برای احمدی‌ها در پاکستان و همچنین برای کسانی که به خاطر ایمانشان زندانی شده‌اند دعا کنید. سال نو انشاءالله از فردا شروع می شود. در دعای تهجد خود دعا کنید که خداوند متعال در این سال برکت دهد و ظلم‌ها و ستم‌ها را از دنیا ریشه کن کند. همچنین دعا کنید که جهان هدف ظهور حضرت مسیح موعود علیه السلام را بشناسد و بفهمد او را بپذیرد. خداوند متعال همه را در پناه خود نگه دارد. تعداد حاضرین در قادیان تقریباً 15,000 نفر 1492 است. همانطور که قبلا اشاره کردم نمایندگی از 42 کشور مختلف وجود دارد. خداوند متعال این جلسه را از هر جهت برکت دهد. مخصوصا دعا کنید این سال جدید از هر نظر سال پربرکتی باشد. خداوند متعال امت اسلامی را مورد رحمت خود قرار دهد و توفیقات پیش از پیش جماعت احمدی را در سالهای آینده عنایت فرماید. لطفاً در دعای خاموش من بپیوندید. شاید در ابتدا به این موضوع اشاره کردم، اما کشورهایی که به صورت زنده به این انتقال پیوستند سنگال، توگو، گینه کناکری، گینه بیساو هستند. خداوند متعال جلسه سالانه ایشان را موفق و بر ایمان و اعتقادشان بیفزاید. درود بر همه شما.
شاید در ابتدا به این موضوع اشاره کردم، اما کشورهایی که به صورت زنده به این انتقال پیوستند سنگال، توگو، گینه کناکری، گینه بیساو هستند. خداوند متعال جلسه سالانه ایشان را موفق و بر ایمان و اعتقادشان بیفزاید. درود بر همه شما. اسلام احمدیہ، پاک محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، جلسہ سالانہ قادیان دارالعلماء، اسیران راہ مولا، شہداء احمدیہ، MTA، جماعت احمدیہ عالمگیر، نعرہ تکبیر۔ یہ روز کر مبارک سبحان میرانی، یہ روز کر مبارک سبحان میرانی، کیوں کر ہو شکر تیرا، تیرا ہے جو ہے میرا، تو نے ہر ایک کرم سے گھر بھر دیا ہے میرا، جب تیرا نور آیا جاتا رہا اندھیرا، یہ روز کر مبارک سبحان میرانی، یہ روز کر مبارک سبحان میرانی۔ احباب سارے آئے تو نے یہ دن دکھائے، تیرے کرم نے پیارے یہ مہرباں بلائے، مہمان جو کر کے الفت آئے بصد محبت، دل کو ہوئی ہے فرحت اور جان کو میری راحت، پر دل کو پہنچے غم جب یاد آئے وقت رخصت، یہ روز کر مبارک سبحان میرانی، یہ روز کر مبارک سبحان میرانی، یہ روز کر مبارک سبحان میرانی، سبحان میرانی۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ بدرگاہ ذیشان خیر الانام، شفیع الورا جے خاص و عام، بسد عجز و منت، بسد احترام، یہ کرتا ہے عرض آپ کا ایک غلام، کہ اے شاہ کونین عالی مقام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ حسینان عالم ہوئے شرمگی، جو دیکھا وہ حسن اور وہ نور جبیں، پھر
پھر اس پر وہ اخلاق اکمل ترین کہ دشمن بھی کہنے لگے آفرین زہے خلق کامل زہے حسن تام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام. السلام علیکم پیارے حضور. یا عین فیض اللہ والعرفان یسعی الیک الخلق کالظمآن. یا عین فیض اللہ والعرفان یسعی الیک الخلق کالظمآن. یا بحر فضل المنعم المنان یا بحر فضل المنعم المنان تهوی الیک الزمر بالکیزان. یا ربی صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وبعث ثانی. جسمی یطیر الیک من شوق علی جسمی یطیر الیک من شوق علی یا لیت کانت قوت الطیران. یا ربی صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وبعث ثانی. یا ربی صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وبعث ثانی. سنی ہم نے جس دم نوائے خلافت ہوئے جان و دل سے فدائے خلافت. سنی ہم نے جس دم نوائے خلافت ہوئے جان و دل سے فدائے خلافت. ہے عرفان اسلام ہر سمت جاری ہے عرفان اسلام ہر سمت جاری. فلک گیر ہے اب صدائے خلافت. زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے بقا عدل کی ہے بقائے خلافت. کسی کے لبوں پر قصائد جہاں کے کسی کے لبوں پر قصائد جہاں کے ہمارے لبوں
سنائے خلافت، خلافت سہارا ہے ہم غمزدوں کا، اسے رکھ سلامت خدائے خلافت، اسے رکھ سلامت خدائے خلافت۔ آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو، دیکھو رکنے نہ پائیں قدم دوستو، جو خلافت کے دامن کو تھامے رہے، رحمتوں کی کبائیں بھی پا جائیں گے، اس کی رسی کو مضبوط پکڑیں گے جو، نصرتوں کی ردائیں بھی پا جائیں گے، نصرتوں کی ردائیں بھی پا جائیں گے، ہے اسی کا یہ فضل و کرم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو، دیکھو رکنے نہ پائیں قدم دوستو، ایک خدا کا چنیدہ کڑے وقت میں، دل فگاروں کو پھر تھامنے آ گیا، روپ جس کا نگاہوں سے اوجھل رہا، ایک نئے روپ میں سامنے آ گیا، ایک نئے روپ میں سامنے آ گیا، اب ہے سب میں وہی محترم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو، دیکھو رکنے نہ پائیں قدم دوستو، سوئی پیشواچ سونی یند ست نور سوری، تسناو چم محمد بس دل برایو ہے چم، سریچ پاک مرسل اخرت چوبیاک بہتر، ونی گوزی مولا حسنیش خیر الورایو ہے چم، سچلا مکان یارا سچ میون دل قرارا، اسہا چپان وچمت اد رہنمایو ہے چم، از بادشاہ چدینک سچ تاج مرسلن ہن، سو امین سویچ طیب تمی سن سنایو ہے چم، تت نور سے فدا چس تس سند بچس سپد مت، سچ سوئی بچیز کیا چس بس فاصلہ یو ہے چم، تسناب چم محمد بس دل برایو ہے چم،
आए वो दिन के हम जिन की चाहत में गिनते थे दिन टोगो वालों ने कहना कुछ अपनी जागे लिए, फिर वो चेहरे हुएदा हुए जिनकी यादें कयामत कल्बे तपा के लिए। अच्छा बंद करो Imam Mahadin waje Isa yenu yinatin dunya kulni be Mahdi waje Isa Mahdi waje Isa Mahdi barat tino yalla Mahdi barat ngamaye Mahadina waje Isa Mahadina waje Isa yenu dunya kulni be Mahdi waje Isa Mahdi waje Isa Mahdi barat tino yada Mahdi barat Ubar sule ko anite India doni Kaya Ubar sule ko anite end doni Kaya Dia Ubar Kaya Dia Ubar Kaya Dia Ubar Mahadina Dia Madina kaya masrur 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 مسرور إنما كيا مسرور إنما كيا مسرور إنما كيا مسرور أنا بريد سجادة سوتنيرو مسرور إنما كيا مسرور إنما كيا مسرور أنا بريد سجادة سوتنيرو مسرور إنما كيا مسرور إنما كيا مسرور إسوا الكواليس وانزنا يا مسرور إنما كيا مسرور إنما كيا مسرور الله يا دو الكواليس وانزنا يا مسرور إنما كيا 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 مسرور إمام مهدي أزور Imam Mahdi Azo, 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 Imam Mahdi अब कौन है अगला कौन है करो कितने साल के लिए صل على نبينا صل على محمد صل على كريمنا صل على محمد صل على رسولنا صل على محمد صل على محمد صل على نبينا صل على محمد صل على كريمنا صل على محمد صل على رسولنا صل على محمد صل على حبيبنا صل على محمد اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء
Ibn Messias, Ibn Messias, Bosukuta, Bosdiseu, Ibn Messias, Ibn Messias, Bosukuta, Bosdiseu, Ibn Messias, Ibn Messias, Bosukuta, Bosdiseu, Ibn Messias, Ibn Messias, Ibn Messias, Ibn Messias, Ibn Messias, Ibn Messias. إني معك يا مسرور 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 إني معك يا مسرور. चलो हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या ध्यान वाले चले गए उठ के? हैं?